9 صدا از دل به دلها. منیژه دولت 1 دکبر سال 1982 در شهر کولوب به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب میانه رقم 8 شهر کولوب در سال 1999 دانشجوی فاکولته زبانهای خارجی دانشگاه دولتی کولوب به نام ابو عبدالله رودکی شد و سپس در سال 2001 به فاکولته روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیلش را دوام داد و آن را سال 2006 ختم کرد. منیژه خردسال دخترک بود غیر عادی. رفتار و گفتارش به مثل کودکان همسن و سالش نبود. او با لحن شیرینش تمام اهل خانواده را در حیرت می‌گذاشت. از همین لحاظ در دل کوچکش مهر آوازخوان شدن را می‌پرورید. با درگذشت روزها استعداد خودداد بالا گرفت و در دل و دیده مردم جای شد. اولین استادش در جاده هنر پدرش بود. منیژه هنرنمایی‌اش را در سال 2001 با سرود در لب جوی آغاز کرد. او آوازخوان ذکرالله حکیمов را نخستین استاد خود در جاده صنعت می‌داند. با امر دل بود یا خواست سرنوشت 1 ینوری سال 2002 ورود اولین خود را در تلویزیون تاجیک ثبت گردانید. خود همان سال با جهد و تلاش های پیوسته آلبوم نخستین خود را با نام سرنوشت من تهیه نمود و 21 سپتامبر در کاخ باربد شهر دوشنبه کنسرت اولینش را برپا گردانید. برنامه‌های تهیه کرده‌اش در تالار شور و شرر پیدا کرد و صنعتش دل حاضران را تسخیر کرد. با این طریق منیژه با سبک و اسلوب خاصه وارد دنیای هنر و موسیقی معاصر تاجیک گشت. 3 سال پی هم به گرفتن جایزه موسیقوی سرود سال موفق شد. سال 2006 منیژه به جمهوری افغانستان دعوت شد و در شهر کابل و مزار شریف کنسرت برپا نمود. منیژه دولت و هواداران بسیاری در تاجیکستان و افغانستان و ایران دارد و در برابر شبنم سریا نگینه امانقلova یکی از نامدارترین بانوان آوازخوان در تاجیکستان است. اما وی سالهای آخر صحنه را ترک کرد و دیگر آوازخوانی نمی کند و گاه برای دیگران ترانه می نویسد. برای چه آوازخوانی نمی کند؟ این تاریک است.